سلام به همه. امروز 5 فوریه روز پنجشنبه می باشه. روی نماد یورو دلار هستیم. میخوایم که راجع به سشن ها صحبت کنیم. پایان و یا شروع سشن که لیکویدیتی سشن زمانی که برداشته میشه چه اتفاقی میافته و شما ترید هایتان بیشتر در کجا انجام بدین که بهتر می باشه. تا این فرم 15 دقیقه هستیم. میریم تا این فرم 5 دقیقه. این کل چارتم است که من از قبل ازش رسمش کردم چون در طول ویدیو طولانی میشه. روز سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. بریم تا این فرم 5 دقیقه دوستان. قسم دوستان اینجا میبینین ما اینجا یک حرکت اسپایکی داریم و اینجا برای ما چنل تشکیل داده، کانال تشکیل داده. دوستایی که البروکس کار کرده باشن میفهمن که زمانی که یک حرکت اسپایکی داریم بعدش برای ما یا رنج تشکیل میده یا کانال تشکیل میده. درست است؟ و زمان که قیمت به خود برگرده به اول کانال ما واکنش نشان میده که بعدش میشه شروع تیار ما. از این واضح تر نمیدانم چطور صحبت کنم. خب دوستان اینجا لوی سیدنی است دوستان. اگر که اسپایکی میبینیم که اینجا برای ما کانال تشکیل داده. ما گفتم زمان که قیمت به اول کانال ما برگرده پوزیشن های سل خود یا بای خود میگیریم. درست است؟ بیایم که عمیق‌تر شه. دوستان اینجا رو ببینید. اینجا های سیدنی است. یعنی که اینجا بازار سشن سیدنی بسته میشه و بازار لندن باز میشه و میاد هایش میزنه دوستان. با سال لیکویدیتیش برمیاد. تمام افرادی که در اون نواحی وارد پوزیشن سل شده باشن اونجا لیکویدیتیش برمیاد، استاپ هاشون فعال میشه و قیمت برمیگرده جایی که استاپ های همه فعال میشه. یعنی سشن، یعنی لیکویدیتی سشن برداشت و قیمت شروع در جهت گرفتن کرد. خب بریم یک مثال دیگه ببینیم. دوستان اینجا رو ببینیم. های لندن است. خب و اینجا زمان سشن نیویورک است که باز شده بازارش روز سه‌شنبه است. اینجا آمده لیکویدیتی رو برداشته و قیمت اینجا یک ریاکشن نشان داده، یک ریاکشن داشته. و اینجا رو دقت کنین یا که این قسمت اینجا ما یک حرکت اسپایکی داریم برای ما کانال تشکیل میده. اینجا های سیدنی است. کسایی که اینجا استاپ هایشان آمونده. اینجا شروع این بیس که میبینین، این شادو رو که میبینین شروع سشن لندن است و میاد تمام لیکویدیتی پشت بر میرزه و قیمت واکنش نشان میده. بیشتر تمرکزتان رو بر روی سشن ها بذارین. زمانی که لیکویدیتی یک سشن برداشته میشه وارد پوزیشن های خریدی و فروشتان شین، بهتر نتیجه میگیرین. بین حالا بر روز دوشنبه برگردیم، با امروز کم عمیق‌تر میشیم، دیپتر میشیم. دوستان من پاکش کنم. خیلی خوب، اینجا یک حرکت اسپایکی داریم دوستان. شروع کانال ما تیار ما میتونه چی باشه؟ میتونه این بیس ها باشه، برکامش واکنش نشان بده. قسم میبینین به اینجا واکنش نشان داده و سل ساید لیکویدیتیش افرادی که اینجا وارد پوزیشن بای شدن استاپ هایشان فعال میشه و قیمت برمیگرده سمت تی پی هایشان. و اینجا در تایم فریم 5 دقیقه هستیم. فعلا این کانال تایم فریم 1 دقیقه می باشه دوستان. خب این اسپایک ماست و این کانال 1 دقیقه می باشه که ترید کردنش خیلی مشکل می باشه. از این هم بگذاریم زمانی که قیمت برمیگرده سمت سشن لوی سشن توکیو و سیدنی رو میزنه و تاییدیه برای بای میته. اینجا رو دقت کنه. اینجا سشن توکیوست، لوی زده میشه در سشن لندن، یعنی بازار توکیو و لندن بسته شده. میبخشین بازار توکیو و سیدنی بسته شده و اینجا هم کانال تور آماده سمت سشن ما، سمت کف های سشن. ببین اینجا یک کانال ریز در تایم فریم 1 دقیقه است البته برای ما تشکیل داده که
اینجا هم استاپ میخورین با استراتژی خودم، چون که اینجا تاییدیه برای برگشت میده، اما اینجا میاد استاپ ها رو فعال میکنه و در جهت تحلیل پیش میره. دوستا میشه که روی این ویدیو خیلی دیپتر و عمیق‌تر شم، تایم ویدیو خیلی بالا میشه. در یک ویدیو دیگه باید صحبت کنم در اینجا چی چیزی ببینین ورود کنن. تنها با دیدن پین بار تایید نمیشه که اینجا ورود کنن، باید اینجا ساختار ببینین دوستو. زمانی که های لوی سشن ها زده میشه و یا وارد یک بیسی میشن، باید ستاپ ببینین، باید یک ساختاری ببینین تا که بتونن پوزیشن سل و یا بایتان بگیرین.